بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب درس امروزه ما در مورد زيادة الثقة مزيد يو المزيد في متصل الأسانيد، صفة الراوي وطرق رواية من باشد. إن شاء الله آغاز میکنیم از متن کتاب. امام ابن الملقن در کتابش میگوید و زیادت الثقات والجمهور على قبولها. خب یکم بخش در اینجا زیادت الثقات می باشد، یعنی که اضافه راویانی ثقه ها. اگر ترجمهش کنیم، اگر ترجمه نکنیم یعنی زیادت الثقات تمامی یعنی جمهور علمای محدثین آن را قبول میکنند. یعنی که وقتی که در یک حدیث یک راوی ثقه یک چیزی رو اضافه کند، یک کلمه دو کلمه رو اضافه کند و در دیگر سندهای همون حدیث اون کلمه یا اون عباره وجود نداشته باشد، از سببی که این راوی ثقه هست، با اعتماد هست، عادل هست، ضابط هست، اون زیادتی یا همون قسمتی که اضافه شده هست از طرف همون راوی ثقه اون رو قبول میکنیم. و 35 میگوید والمزید في متصل الاسانید وهو ان يزاد في الاسناد رجل فاكثر غلطا، که اضافه شده در اسنادهای متصل یعنی که مزید اون چیزی که اون نامی که اضافه می شود، اون نامی راوی که اضافه می شود در سندها، در اسانید یعنی در سندهای حدیث یک نفر باشد چی بیشتر باشد، از سبب غلطی. در اینجا مؤلف میگوید که از سببی که نادرست شده باشد، غلطی باشد، ناخواسته شده باشد. اما این حتمی نیست، چون که بعضا این ناخواسته نمی شود، قصداً کرده می شود و بنابر به این که آیا همون شخص ثقه هست یا ثقه نیست و چگونه و کی را اضافه کرده است، حکم یعنی مختلف می شود. در اینجا میگوید بشرط ان یکون ظاهر الاسناد الاتصال، به شرطی که ظاهری سند متصل معلوم شود. و کان الذی لم یزد اتقن ممن زاد، و آن کسی که زیاده نکند یعنی نام رو اضافه نکند اگر زیادتر اتقن باشد، یعنی که زیادتر با اعتماد باشد، زیادتر دقیق باشد از کسی که زیاده کرده باشد نام را، یعنی روایتی آن قبول می شود، نه روایتی کسی که یک نام را بیشتر کرده باشد یا علاوه کرده باشد. و این چنین باشد که وصرح فی موضع زیادتی بالسماع، و وقتی که یک کسی رو اضافه می کند باید که در آنجا تصریح کرده باشد، یعنی که واضح گفته باشد که من از همان شخص شنیدم، یا اینکه فلان شخص از فلان شخص شنیده است، نه اینکه عن. به هر حال به تفصیلاتش داخل میشویم. و میگوید و 36 صفت الراوی و هو العدل الضابط، یعنی که از اینجا به بخش‌های گفتگوها یا به بخش‌های گفتگویی که در بحث حدیث می شود به همانها اشاره می کند. به گفتگوی صفت‌های راوی و صفت‌های دو صفت اساسی راویان حدیث این است عادل بودن یا عدل داشتن، عادل بودن و ضابط بودن، عدالت داشتن و این چنین دقیق بودن یا حافظه و خاطره مستحکم داشتن. و میگوید که ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. خب به این میرسیم. اولا نظر میکنیم به بخشی 34 که زیادت الثقات بود. زیادت الثقات چی معنا دارد؟ در اینجا شیخ محمود به ما تعریف میدهد که زیادت جمع زیادت، زیادت جمع کلمه زیاده هست، الزیاده، و الثقات جمع کلمه الثقه هست. و بعدا میفهماند میگوید که ثقه کیست؟ و هو العدل الضابط. ثقه شخصی است که با اعتماد هست، یعنی عادل هست، شخصی با اعتماد پر از عدالت هست و اینچنین ضابط هست، یعنی که حافظه کامل دارد. پس وقتی که ما تعریف هر دو کلمه رو کردیم، عباره زیادت الثقه چی معنا دارد که جمعش زیادت الثقات می شود؟ میگوید ما نراه زائدا من الالفاظ في روايه بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الاخرون لذلك الحديث. مراد از عباره زیادت الثقه این است که در روایت بعض ثقه ها برای حدیثی لفظ های بیشتری رو ما میبینیم نسبت به آنچه که دیگر ثقه ها در روایت همون حدیث نقل کردند. و برای سهولت من در اینجا در قوسک نوشتم یعنی لفظ یا لفظ های بیشتری که روایتی یک ثقه هست نسبت به دیگر ثقه ها.
یعنی که ما در دو طرف راویانی ثقه داریم و از بین همین گروه ثقه ها که همین متن رو روایت میکنند با سندهای خود، یک ثقه یا میتواند زیادتر باشد، اما فرض کنیم یک ثقه مقابل به دیگر ثقه ها یک لفظ یا عباره را در حدیث خود چی میکند؟ اضافه میکند. آیا ما باید همون عباره اضافه شده را، کلمه اضافه شده را قبول کنیم یا اینکه نه؟ همین است سوالی این بخش. حکمش چیست؟ انشاءالله مثال ها رو نظر میکنیم، اما حکمش چیست؟ امام ابن صلاح الشهرزوری رحمه الله زیادت ها رو، یعنی زیادت را از لحاظ قبول آنها یا رد کردنشون به 3 قسم تقسیم میکند. یکمش زیاده ای که در مقابل روایتی ثقه ها یا شخصی باز هم با اعتمادتر مخالفت نکند، یعنی که یک ثقه باشد یک عباره یا کلمه را در متن حدیث خود زیاده کند، یعنی که با همین زیادتی شنیده باشد یا گمان کند که کسی که از او حدیث گرفته است یا کسی که از او حدیث شنیده است با همین کلمه روایت کرده است، نه اینکه از پیش خود زیاده میکند. خب به هر حال با همین عباره زیاده شده یا اضافه شده وقتی که روایت میکند، این به متن دیگر راویان ثقه مخالفت نمی کند. گرچند که یک کلمه اضافه هست، معنا همان معنا میماند. پس اگر این گونه باشد حکم این زیاده قبول هست، یعنی قبول کرده می شود. این گونه اگر زیاده باشد قبول کرده می شود، زیرا آن مانند حدیث است که یک ثقه به تنهایی روایت کند و شما می دانید که اگر یک ثقه روایت را با تنهایی روایت کند یا یک حدیث را با تنهایی روایت کند، ما قبولش میکنیم، چون که تمام شرط های صحت را پوره می سازد. دوم، این گونه زیادتی هست یا زیاده ای که مخالفی روایتی ثقه ها یا شخصی با اعتمادتر هست. حکم آن رد کردن هست، طوری که در مسئله حدیثی شاذ ذکر گردید. برای چی در اینجا حدیثی شاذ ذکر می شود؟ برای آن که وقتی که یک ثقه مقابل به یک ثقه دیگر متن را کمی دیگر روایت می کند یا در متن اضافه می کند، این چی می شود؟ این متحدی حدیثی شاذ داخل می شود و این گونه یک زیادتی باشد که معنا رو تبدیل کند، نه اینکه به معنا تأثیری نآورد بلکه معنا رو دیگر می کند، یا اینش قبول کرده می شود یا اینش قبول کرده می شود، اما باز هم این یک راوی ثقه هست. اگر این گونه یک زیادتی باشد، این زیادتی را قبول کرده نمی شود بلکه حکمش رد هست به قول امام ابن صلاح که یکی از محدثین می باشد که همین علم مصطلح الحدیث را نوشتگی هست و اصول های این علم را مستحکم کردگی هست و اکثر علمایی که پس از امام ابن صلاح می آیند از کتابش استفاده میکنند. حتی امام ابن حجر از کتابی امام ابن صلاح استفاده میکنند که کتاب امام ابن صلاح این مقدمه ابن صلاح هست یا اینکه معرفت انواع علم الحدیث. سوم، این زیادتی هست که دارای نوعی مخالفت، یعنی که یک اندک مخالفت دارد، یک مخالفت دارد با روایتی ثقه ها یا شخصی با اعتمادتر. این گونه مخالفت دو حالت رو در بر میگیرد. اگر اینش رو نفهمید این باکی ندارد چون که کمی دشوار هست، اما باز هم در اینجا من برای شما پیش میکنم چون که از بخشی همین هست، از بخشی همین قسمت هست و من مناسب ندیدم که قول امام ابن صلاح رو برای شما بشکنم یا یعنی پورا پیش نکنم. از همه جای اساسیش این دو نوع یکم هست، اما نوع سومش هم در اینجا پیش می شود که آنقدر مخالفت نیست اما کم مخالفت هست. مثلا اگر تقیید مطلق کرده شود، یعنی که یک حدیثی هست که عمومی هست، معنایش متنش عمومی هست اما تقیید کرده می شود. کسی که ثقه هست و روایت می کند چی می کند؟ همون روایتش متن را محدود می سازد. و دویمش تخصیص عام، یعنی که مخصوص کردنی متن عمومی. متن عام هست، عمومی تر هست، اما متن تخصیص می گردد وقتی که همین راوی ثقه حدیثش رو یا متنی همون حدیث رو روایت می کند. و درباره این بخش سوم هیچ حکمی پیش نمی کند امام ابن صلاح، اما امام نووی میگوید که درست همین است که این قسم آخرین هم قبول می شود. یعنی عموما زیادت الثقه قابل قبول هست،
برای همین در اینجا امام ابن الملقن میگوید که والجمهور على قبولها، یعنی اکثر علمای حدیث آن بخش های حدیثی که یا آن بخش های در حدیث که زیاده کرده می شود، علاوه کرده می شود از جانب راویان ثقه قبول کرده می شوند. میگذاریم به مثال ها. ببینید من برای شما 2 مثال رو پیش کردم. در صحیفه 6 مثالی رو آوردم از البته امام شیخ محمود که در اینجا منافات نیست، یعنی که مخالفت نیست. یک حدیثی که اکثر ثقه ها رو روایت میکنند این لفظ رو ندارد، اما یک ثقه یا بعضی ثقه ها همین حدیث رو، همین متن رو با یک لفظ بیشتر، با یک لفظ زیادتر روایت میکنند، اما معنی تغییر نمی‌یابد، همون معنی میماند، همون حکم میماند در حدیث و این قابل قبول هست برای اون که معنی یک هست. اما در این صحیفه 7 مثال پیش کرده می شود که منافات دارد، یعنی که مخالفت دارد، گرچند که در هر دو طرف ثقه ها موجود هست، اما قبول نمی شود زیادتی که از جانب تنها یک راوی ثقه کرده می شود. پس این را اول نظر میکنیم. خب در اینجا امام شیخ محمود میگوید ما رواه مسلم من طریق علی بن مسهر عن الأعمش عن أبي زرين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث بلوغ الكلب. با همین سند که من برای شما پیش کردم خوندم، امام مسلم یک حدیثی رو پیش میکند از طریق، یعنی از سند علی بن مسهر که برمیگردد به ابو هریره در مورد حدیث نوشیدن سگ از یک ظرف. بلوغ الکلب یعنی که وقتی که بلوغ خاص به سگ ها می باشد، وقتی که زبانشون به آب می رسد گویا که آنها می نوشند، نوشیدن هم بگویم درست هست. حدیث بلوغ الکلب در امام با آن طرزی که امام مسلم روایت کرده هست از علی بن مسهر کلمه فلیورقه را دارد، اما میگوید ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش وإنما رووه هكذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. که ببینید در اینجا وقتی که سگ در ظرف یکی از شما زبان خود را داخل کند، ولوغ کند، یعنی که بنوشد، از ظرف آب بنوشد، باید که پس بگذار که او را 7 مرتبه بشوید. پس در این متن وقتی که میبینید کلمه فلیورقه نیست. من برای شما روایت امام مسلم را نشان میدهم از خودی کتابی امام مسلم. خب در اینجا ببینید این کتابی دیجیتال هست، کتاب صحیح مسلم در شامله، در کتابخانه شامله هست و ما حالا در باب حکم ولوغ الکلب قرار داریم، باب در مورد حکم نوشیدن سگ از ظرف. و در اینجا حدیثی که زیر سؤال هست امام شیخ محمود طحان که با ما ذکر کرد، همین حدیث در اینجا موجود هست، حدیثی 279 یعنی که 89 در همین باب. خب در اینجا سند رو می آورد. امام مسلم میگوید حدثني علی بن حجر السعدی قال حدثنا علی بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي. در اینجا رازین آورده است، ما زرین خوندیم. این هم یک نوعی تصحیف هست که در اینجا علما گفتگو دارند که آیا رازین هست یا زرین هست. به هر حال در اینجا رازین نوشتند. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه. دیدید همون متنی که در صحیفه من برای شما پیش کردم از دیگر راویان ثقه همون متن هست، اما کلمه فلیورقه در اینجا زیادتر هست. یعنی که وقتی که سگ از ظرف یکی از شما بنوشد، یعنی که زبان خود را داخل کند و ولوغ کند، بگذار که آن چیزی که در ظرف هست اول او را خالی کند، اول پرتاید، خالی کند آن چیزی که در ظرف هست، بعد او را 7 مرتبه بشوید. خب پس در اینجا ببینید که کلمه فلیورقه در روایت امام مسلم زیاده هست، زیاده شده هست، علاوه شده هست. پس این را یک مثالی زیادت الثقه گفته می شود، چون که علی بن مسهر باز هم این راوی ثقه هست،
اما با یک کلمه بیشتر این حدیث رو روایت کرده است. پس آیا این قبول می شود یا نه؟ بله، این روایت قبول می شود، چون که خواه با این کلمه باشد یا به این کلمه باشد، حکمش یک حکم است که باید وقتی که سگ در ظرف دهان خود را داخل کند، باید که ظرف را 7 مرتبه شسته شود. البته از جهت فقهی آیا ما این حدیث را میگیریم یا اینکه ما دیگر حدیث را میگیریم، این یک گفتگوی دیگر هست. اما از جهت حدیثی این حدیث قابل قبول هست برای محدثان. خب برای فقها یا قابل قبول هست یا دیگر حدیث را میگیرن، مخصوصا فقیهان فقه حنفی، این دیگر گفتگو هست. به هر حال برمیگردیم به صحیفه ها. اکنون نظر میکنیم به دویم مثال که در اینجا منافات هست یا مخالفت هست. مثال لزیادت المنافیه میگوید که زیاده شدن کلمه یا عباره یوم عرفه فی حدیث یوم عرفه و یوم عرفه و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام و هي ایام اکل و شرب. میگوید که فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، که این متن را که در اینجا میبینید که معنایش چی است ترجمه میکنم. روزی عرفه، روزی نحر یعنی روزی عید و روزهای تشریق که پس از 10 روزی ذوالحجه می آید، برای ما عید حساب می شود، مردم اسلام یا اهل اسلام، و این روزهای خوردن و نوشیدن حساب می شود. میگوید امام شیخ محمود که تمام طریقه هایی که این حدیث را روایت کرده اند، این یوم عرفه را ندارند، از یوم النحر آغاز می کند، یعنی از خود روز عید آغاز می کند متن، نه اینکه یک روز پیش از عید، نه اینکه 9 ذوالحجه. و اینما جاء به موسی بن علی بن رباح عن ابیه عن عقبة بن عامر والحديث اخرجه الترمذي و ابو داود و غیرهما. این حدیث را چندین مؤلفان سنن ها روایت کرده‌اند، اما آن طریقی که یا آن سندی که از موسی بن علی روایت می شود، این رو زیاده کرده است. یوم عرفه در اول علاوه شده است، اما چون که این را ما قبول کرده نمیتوانیم. از چی سبب؟ از سببی که این روزی نیست که خوردن در آن یا نوشیدن در آن، روزه گرفتن در آن منع باشد، چون که اکثر ثقه ها از یوم النحر روایت میکنند این متن را. پس این زیاده هست که در اینجا مخالفت میکند و این قابل قبول نیست. خب این دو مثال بود برای زیادت الثقه، اما اکثر زیادت الثقات قبول می شود، مخصوصا وقتی که معنا مخالفت نکند یا در معنا تأثیری نگذارد. میگذاریم به المزید فی متصل الاسانید. اکنون در متن در خود تذکره 35 این هست المزید فی متصل الاسانید، و خودش میفهماند که این وقتی هست که یک نام یا زیادتر در سندها زیاده شود، علاوه شود، اما غلطاً یا ناخواست زیاده شود، اما این ضروری نیست که ناخواست باید شود. خب در اینجا این نقطه ها رو من برای شما ترجمه کردم. بازم از شیخ محمود میگوید زیادتی در سند به 2 مسئله اساسی برمیگردد که بسیار رخ میدهد. یکمش این است که تعارض وصل با ارسال، یعنی که آیا حدیث متصل هست یا اینکه مرسل. تعارض رفع، یعنی که زید بودن، مقابل بودن رفع، که شما باید بدونید که رفع و وقف چیست، یعنی مرفوع و موقوف بودن، که آیا حدیث به پیامبر صلی الله علیه و سلم منسوب است، مرفوع هست، یا اینکه به صحابی منسوب هست که موقوف گفته می شود. و اکنون در اینجا اختلاف علما در قبول کردن زیادت یا رد آن، یعنی که در اینجا در این صحیفه های قبلی شما در موردی زیاده شدن یا اینکه علاوه شدن در متن یاد گرفتید. در این صحیفه شما درباره زیاده شده یا اینکه علاوه شدن در سند یاد میگیرید. یعنی که مسئله المزید فی متصل الاسانید این است که وقتی که در یک سند متصل یک شخص علاوه می شود، حکمش چیست؟ پس این حکم این بعد 4 قسم تقسیم می شود که شیخ محمود پیش کرده است. میگوید یکم این است که زیادتی را قبول می کنند، یعنی که اگر یک حدیث یک نام رو بیشتر داشته باشد، یک نامی در یک سند حدیث یک نام اضافه باشد، علاوه باشد، زیادتر باشد، که حدیث را از منقطع بودن یا مرسل بودن به موصول بودن یا متصل بودن تبدیل می سازد، ما همان اضافگی را یا نام علاوه را قبول می کنیم.
خب قبول زیادت همین معنا را دارد. حکم با روایت کسی که آن را وصل یا رفع کرده است. اگر کسی مقابل به ارسال یک حدیث را متصل گفته است، وصل یعنی که متصل گفته است، یک کسی را علاوه کرده باشد در سند خود، یا مقابل به موقوف حدیث را مرفوع کرده است، یک کسی را اضافه کرده باشد و آن شخص ثقه باشد، حدیث آن یا سند آن که یک انسان را اضافه کردگی هست یا یک راوی را زیاده کردگی هست قبول کرده می شود. و این نظر جمهوری فقها و اصولیان هست. چطوری که می دانید اصول های فقیهان در حدیث کمی دیگر می باشد از اصولی محدثین. محدثین کمی سخت رو هستند، کمی زیشتر هستند در اصول هایی که پیروی می کنند و در قاعده هایی که دارند، اما فقیهان کمی سبکتر می گیرند. به هر حال فقیهان وقتی که می بینند که چندین اسانید هست برای یک متن، اما در بین آنها قریب همش مرسل هستند یا همش موقوف هستند و شما می دانید که از متصل و مرسل، متصل زیادتر قوت دارد یا بین وقف و رفع مرفوع زیادتر قوت دارد. پس اگر آنها ببینند که بین این سندها یک سندش با طوری مرفوع روایت شده است یا با طوری متصل روایت شده است، آن را قبول می کنند. اما گرچند که یک انسان هم باشد، اما ببینید که رد کردن از جانب محدثین هست. محدثین رد میکنن این گونه سند را. حکم با روایت کسی که آن را ارسال یا وقف کرده است. اگر این گونه دو حدیث مقابل باشد و یکی از آنها مرسل باشد یا موقوف باشد، آن را بالاتر میگذارند از سبب احتیاط کردن. پس ببینید و متوجه شوید که چخیل طبقی طریقه فقیهان، کسانی که با فقه کار میکنند، حدیث ها درجهشون بالاتر میرود مقابل به محدثین که تنها کاری آنها تصحیح و تضعیف می باشد. اکثری وقت اگر ما با اصول محدثین پیش رویم، خیلی زیاد احادیث از دست می رود از درجه قبول کردن. اما با آنها این مشکل نیست، اما با فقیهان این مشکل هست، چون که فقیهان با فقه کار میکنند، با جانب عملی روزمره کار میکنند و برای آنها باید که اصول ها یا قاعده ها کمی یعنی متوسط باشد، نه اونقدر سخت باشد، چون که اگر خیلی سختی کرده شود زیاد احادیث ها از درجه قبول شدن می افتند و برای فقیهان برای جستجو کردن عمل های روزمره و حکم و فتواهای روزمره حدیث نیاز هست. پس اصول های آنها معتدل می باشد، در مابین می باشد، نه اونقدر سخت به مانند محدثین. اما محدثین چون که کاری آنها حفاظت کردن یعنی گفتنی های پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد، حفاظت کردن سنت می باشد، از دروغ بندی یا از دروغ گویی کسانی که کذاب می باشند، کسانی که سختکار می باشند، آنها کمی سختی می کنند در این ساحه. به هر حال سوم حکم این است که حکم به طرفی داده می شود که شمارهشون بیشتر باشد. خب بعضی ها می گویند که کدام سندی که شمارهش بیشتر باشد باید که همون را بگیریم. اگر سندی یا سندهای وصل زیادتر باشد، متصل زیادتر سند داشته باشد، آن را قبول میکنیم. اما اگر به مقابل وصل ارسال زیادتر داشته باشد، سندهایش زیادتر باشد سندهایش، آن را قبول میکنیم و این نظر بعضی از محدثین می باشد. بعضی ها میگویند که حکم به طرفی داده می شود که حافظتر و با اعتمادتر هستند. اگر یک طرفش یعنی راویانی داشته باشد که راویانش زیادتر یعنی با اعتماد باشند، حافظ باشند، درجه بالاتر باشند، ما باید به اون سند توجه خود رو بدهیم، اون سند رو بالا گذاریم. این هم نظری بعضی از محدثین می باشد. اکنون می گذاریم به صحیفه بعدی و این صحیفه 21 کتاب هست. خب اکنون 38 رو ببینید. کتابت الحدیث و هو جائز اجماعا. میگوید که نوشتن حدیث، یعنی این هم یک گفتگو هست در مصطلح الحدیث یا در علوم الحدیث که نوشتن حدیث آیا جایز هست یا نه. و میگوید که یعنی به طور اجماع این جایز هست. و تصرف الهمة الى ضبطه، اما دقت و توجه خود را ما به حفظ آن راوی میدهیم. و در اینجا یک تعلیق هست، یک دو تعلیق هست. در اینجا می نویسد که ردا على من تمسك بالاحاديث المنسوخة في المنع من كتابته ولينظر كتاب تقييد العلم للخطيب. یعنی بارد کردن قول کسانی که حدیث های نسخ شده رو دلیل میگیرن، همچون دلیل میگیرن برای منع کردن نوشتن حدیث. کتابی تقیید العلم امام خطیب رو نظر کنید. یعنی که بعضی بودند
که میگفتن که نه، نوشتن حدیث جایز نیست، برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ منع کرد. اما این در اول اسلام بود. ببینید هر یک حدیثی که ترجمهش رو بخونید و بفهمید، معنای آن را ندارد که حدیث باید برای آن عمل کرده شود. نه هر حدیث معمول بهی هست، نه هر حدیثی که صحیح هم باشد باید برای آن یا بالای آن عمل کرده شود. این یک نقطه هست که متاسفانه خیلی مردم نمیفهمند، درک کردن نمیتوانند. یک حدیث رو میبینن در اینترنت و فکر میکنن که تمام باید به این حدیث عمل کرده شود، یا چرا ما با مخالف این حدیث عمل میکنیم. اما در اینجا گپ تنها درباره ترجمه حدیث ها نیست، بلکه در اینجا یک علم هست. در اینجا باید حدیث های نسخ شده و حدیث های ناسخ و منسوخ رو هم به نظر بگیریم، حدیث هایی که خاص هست، حدیث هایی که عام هست و حدیث هایی که معمول بهی هست، حدیث هایی که بر آن عمل دیگر نمی شود. تمام این چیزها رو باید به نظر بگیریم و تمام این کار رو البته فقیهان پیش بردگی هستند. در اول اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم این درست است که از نوشتن حدیث، از نوشتن گفتنی هایش منع کرده بود. اما علما میفهمانند، یعنی یک قول همین هست، قول مشهورترین همین است که این در اول اسلام بود، از سببی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواست که در آن وقت قرآن هم نوشته میشد. بر هر، یعنی بالای هر چیز که پیدا کرده می توانستند می نوشتن، بالای برگ و بالای سنگ ها می نوشتن آیات های قرآن که حفظ شود و از خود شود و حفاظت شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواست که احادیث با قرآن چی شود؟ آمیخته شود در بین مردم، تا اینکه تنها توجه مردم به نوشتن قرآن باشد، به نوشتن قرآن داده شود. از این سبب است که در اول اسلام کتابت حدیث یعنی جایز نبود، یا نوشتن گفتنی های پیامبر صلی الله علیه و سلم جایز نبود. اما باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعضی صحابی ها و بعضی صحابه اجازه داده بودند که آنها وقتی که اجازه گرفته بودند که من حفظ کردن نمیتوانم گفتنی های شما را، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها اجازه داده بود که از دست راست خود کمک بگیری، یعنی که در نوشتن، مثلا اکتب لی ابی شهر، این گونه یک حدیث هست. به هر حال پس اکثر و تمام علما این رو قبول میکنن که این ممانعت تنها در اول اسلام بود، یعنی که بعد از البته جمع شدن قرآن و بعد از تمام این صدی ها، البته بعد از یکم صدی یا پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و البته که نوشتن حدیث جایز گردید، یعنی که البته از 11 هجری الکی جایز شد، چون که نزول قرآن هم به اتمام رسید و خیلی صحابه رضی الله عنهم هم قرآن رو حفظ کرده بودن پورا مکمل. و پس از دور عثمان رضی الله عنه وقتی که قرآن جمع آوری کرده شد و غیره، یعنی نوشتن حدیث جایز گردید. پس در این اتفاق هست. اما در اینجا امام ابن الملقن گفته است که یعنی بخشش کسی که تعلیقات همین متن را نوشته است در اینجا اشاره میکند که ما رد میکنیم قول کسانی که حدیث های نسخ شده را همچون دلیل میگیرند که نه، نوشتن حدیث جایز نیست، بلکه جایز هست. و از اول اسلام این پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این شایع شد و مشهور شد تا اینکه شما میدانید که چندین کتاب های حدیث نوشته شد. به هر حال مهم همین است که خاطره همون راوی چگونه هست. ما باید به خاطرش توجه خود را بدهیم، نه اینکه بنوشتن. بعضی راوی ها چطوری که میدانید ضبط الصدر داشتن، بعضی راوی ها ضبط الکتاب، بعضی ها در سینه خود گویا در خاطره خود حفظ میکردن و بعضی ها در کتاب خود، در دفتر خود می نوشتن حدیث ها را. هر دو طریقه جایز هست. اما اگر کسی نویسد و حفظ کردن نتواند یا حفظش خوب نباشد و از حافظش روایت کند، ما رد میکنیم، چون که کسی که در دفترش می نویسد باید از دفترش روایت کند با شرطی که دفترش رو خوب حفظ کرده باشد، خوب نگاه بینی کرده باشد که کسی در دفترش چیزی رو اضافه نکند. اگر باید داشته باشید در درس‌های اول همین گفتگوی ما بود. به هر حال اینم یک گفتگوی حدیث هست که در این زیاد داخل نمیشویم چون که این جایز هست. اقسام و طرق روایتی، دیگر گفتگوی حدیث این قسم ها یا طریقه ها یا طرز های روایت هست و این 8 نمود، 8 طرز هست که خیلی مشهور هست. السماع من لفظ الشیخ داریم، یعنی شنیدن از خود شیخ، از خود استاد. با والقراءة علیه، یا اینکه خواندن بر استاد. جیم والاجازه بانواعها، یا اینکه اجازت گرفتن از شیخ با تمام نوعهایش. باز داریم مناوله والمکاتبه، یا کتابه هم گفته می شود، والاعلام
و الوصیه و الوجاده. اینها رو ما از نزدیک نظر میکنیم. خب این 8 طریقه رو من برای شما در اینجا مختصر کرده نوشتم که این 8 طریقه هست که به مرور زمان همین 8 طریقه استفاده شد برای نقل کردن یا برای روایت کردن حدیث. از همه طرزی که مشهور بود و زیاد استفاده میشد این سماع هست. السماع و طرز درستش هم السماع هست. بعضی ها السماع میگویند که این راستش یعنی این زبان حدیث نیست. زبان مصطلح الحدیث السماع نمیگویند. کسی که سماع گوید شاید که اونقدر یعنی در همین فن تجربه نداشته باشد. السماع درستش هست. خب شیخ قرائت میکند، یعنی که در یک مجلس علمی، در یک مجلس حدیثی خودی استاد قرائت میکند، حدیث ها رو میخواند. قرائت یعنی که قرائت قرآن نه، قرائت حدیث رو میخواند در نزدی یا در پیشی شاگردانش و طالب علمان گوش میکنند، میشنوند. خواه از حفظش باشد، خواه از کتابش باشد. شیخ میتواند خواه از حفظش یا از کتابش. طالب علمان میتوانند همزمان بنویسند یا تنها بشنوند. و این السماع بلندترین و با اعتمادترین اصول قبولی حدیث هست یا طرزی قبولی حدیث هست به نظر جمهور علما. و برای این یعنی کلمه ها هست، مثلا آیا حدثنا باید استفاده شود، سمعت استفاده شود، اخبرنا آیا می شود یا نمی شود. من این تفصیلات رو برای شما ننوشتم چون که حالا زیادی بد می شود. همین خودی طریقه ها رو حالا از خود کنید، این کفایه می کند. اما عموما با لفظی سمعت یا حدثنا راویان این رو به این اشاره میکنند که به ما حدیث بیان کرد. در اول حدیث ها که می آید، مثلا وقتی که من حدیث میخونم بعضی وقت میگویم در مبینش مثلا می باشد حدثنا، در این مثال نیست، اما یا اینکه ث نون الف می آید، این رمز هست برای حدثنا. خب وقتی که یک راوی میگوید حدثنا یعنی که به ما حدیث بیان کرد، یعنی خودی شیخ قرائت کرد. یا سمعت من. خب این است السماع. دویمش القراءه علی الشیخ، قرائت کردن بر شیخ. این رو عرض هم گفته می شود. در این طریقه چی می شود؟ طالب علم خودش قرائت می کند و شیخ می شنود. طالب علم می تواند که خود بخواند، یعنی که در یک صنف یک طالب علم در نزد شیخ قرائت می کند، یا یک شخص دیگر اگر از همصنفانش هم درسانش خواند و او بشنود، این هم قرائه علی الشیخ حساب می شود. عموما در مدرسه همین گونه می شود. یعنی که ما در مدرسه عموما 7-8 سال داریم، یعنی در کورس عالمیه میگویم 7-8 سال داریم و در آخران سال رو ما سال بخاری میگویم، سال بخاری. و دویم آخران سال رو سال مشکات میگویم. مثلا 5م سال هدایه می باشد. کتاب هایی که از همه مشهور می باشند در همون سال یا از همه مشکل می باشند، با نام همون کتاب عموما سالهای آخر نام گذاشته می شوند. سال هدایه، سال مشکات، مثلا سال بخاری. آخران سال بخاری گفته می شود و در این سال خیلی زیاد قرائت حدیث کرده می شود، چون که 6 کتب 6 رو می گذاریم، بعضا 9 کتاب رو می گذاریم. موطئین هم، موطئ امام مالک و موطئ امام محمد رو هم می گذاریم و کتاب امام الطحاوی شرح معانی الاثار هم درس داده می شود. اما عموما 6 کتاب حتمی هست. 9 کتاب این در بعضی مدرسه ها درس داده می شود. متاسفانه مثلا در مدرسه من موطئ امام مالک نبود. من پس از برآمدن از مدرسه در یک مدرسه دیگر موطئ امام مالک رو خوندم. به هر حال عموما در همین صنف ها چی می شود؟ باید که شاگردان قرائت کنند. البته اکثر این مدرسه ها، مخصوصا در مدرسه من، مرد ها می باشد. آنها در پس پرده یا اینکه در یک پشت یک خیلی میدانید یک پرده یا یک تخته میشینند و دخترها در پس پرده می باشند، در زمین میشینند و کتاب ها گشاده می باشد و از کتاب می خوانند. هر روز می تواند که یک چند نفر خواند یا یک نفر خواند. اما ما عموما همین خیلی میکردیم، چون که 6 کتاب هست، به هر یک کتاب یک کسی رو انتخاب میکردیم که همون روز قرائت میکرد. و استاد عموما در این سالهای آخر استادان کم لکسیه میگویند، چون که زیادتر برای شنیدن و برای قرائت کردن این کتاب ها می باشد. اما بعضا یعنی بعضی تفسیرها یا بعضی شرح‌های حدیث رو میدادند. اما عموما در آخری سال مخصوصا از درایتن، یعنی که با شرح خواندن، به روایتن متبدل میکردیم و خیلی زیاد هر روز 10 صحیفه تا 20 صحیفه رو میگذاشتیم.
و خیلی زیاد خیلی با سرعت باید قرائت میکردیم. پس در آخری سال گرچندی که ما 12 نفر بودیم تنها 5 نفر قرائت میکرد. 5 نفری که از همه تیز میخوندن و حتی از بین همون 5 نفر هم بعضا همین باری 1 یا 2 نفر میشد اگر آنها آماده نمی بودند. و نسخه های ما در این هست در 2016 که وقتی که من در سال بخاری بودم، نسخه های ما نسخه های قدیمی بود، قدیمی کتابخانه که خیلی نسخه های خیره می باشند. حالا نسخه های بهتر برآمده است، مثلا نسخه بوش را گفته می شود که اعراب هم دارد و غیره. اما در وقت ما نسخه های خیلی قدیمی بود که خواندنش هم دشوار بود. تنها کسانی که صرف و نحوشون خوب بودند آنها می توانستند که قرائت کنند. به هر حال یادگارهای خوب، من از بحث دور رفتم. به هر حال ما در پیش استاد قرائت میکردیم. حالا که من درس میدهم در مدرسه زیادتر زنها هم هست الحمدلله، اما عموما برای این کتاب های بلند پیش استادانی مرد می بود. به هر حال وقتی که ما در استاد قرائت میکنیم یا در نزد استاد یک هم درس در نزد استاد قرائت میکند، حدیث ها رو این رو گفته می شود عرضا یا اینکه القراءه علی الشیخ. قرائت میتواند از حفظ باشد یا اینکه از کتاب باشد. البته ما از کتاب قرائت میکردیم. شیخ میتواند که روایت ها رو با حفظ خود پیگیری کند یا از کتاب خود بنگرد یا شخصی با اعتماد آن رو پیگیری نماید. مثلا بعضا میشد که درباره امام مالک میگفتند که امام مالک شاگردانش در نزد او موطا امام مالک رو پیش میکردن، قرائت میکردن، گرچندی که امام مالک خودش گوش میکرد، پیگیری میکرد، اما باز هم دخترش در پس پرده مینشست و بعضا امام مالک متوجه نمیشد، دخترش از پس تخته یا در پشت در میشیشت و بعضا وقتی که از جانب شاگردانی امام مالک خطا کی سرزد میشد، دخترش از پشت تخته تق تق میکرد که امام مالک رو چی کند، متوجه سازد به این خطاگی. مثلا این رو هم گفته می شود پیگیری کردن یک شخصی که با اعتماد باشد. اکثر محدثین اون رو عرض می نامند. اگر شما در یک کتاب ببینید عرضا قرأته عرضا، یعنی که این قراءه علی الشیخ به همین اشاره هست. به هر حال اجازه دادن برای روایت خواه لفظی باشد خواه خطی باشد. مثلا شیخ به یکی از شاگردانش میگوید که به تو اجازه دادم که از من صحیح البخاری رو روایت کنی. اکنون در زمانه ما الاجازه زیادتر برای تبرک یا اینکه برای همین گویم که برای سلسله سندی رو برقرار ماندن یا برای همین گویم که همین طریقه محدثین رو زنده گذاشتن، برای این کرده می شود. حالا کسی اجازت رو برای خود نقل حدیث اونقدر نمیدهد و اگر بدهد هم اونقدر فایده ندارد، چون که در زمانه ما هیچ کس لفظ به لفظ سند به سند حدیث رو پیش نمی کند، بلکه از کتاب ها حدیث ها رو پیش می کند. حالا ما سند داریم به کتاب ها، نه اینکه به اشخاص. البته به اشخاص هم داریم، اما همین استادانمون برمیگردن سندشون به یک کتاب حدیث. خب مثلا به امام بخاری یا مثلا به صحیح البخاری از طریق امام فرابری مثلا. به هر حال باز هم در این زمانه اجازت داده می شود برای حدیث ها، اما چطوری که گفتم برای برکت حدیث یا برای همین نقشه تعلیمی یا همین طریقه محدثین و برای زنده ماندن همین زنده برقرار ماندن همین طریقه کرده می شود. و وقتی که ما به مجلس های علمی می رویم یا وقتی که از دیگر دولت ها بعضی استادان می آیند به مدرسه های ما، بعضا یعنی ما از آنها درخواست میکنیم که شما با ما اجازت بدهید، یا بعضا در همین دور بر در مسجد های ما بعضا علما می آیند از دیگر دولت ها و مجلس علمی برقرار می شود، مثلا برای کتاب صحیح ابن حبان یا برای یک کتاب دیگر، یک کتاب حدیثی مثلا، یا برای یگان کتابی مسلسلات که شما باید مسلسلات رو آگاه باشید که چی است. ما با همین مجلس های حدیثی می رویم، زنها البته در اتاق خود می روند، مردها در پیش شیخ می شینند و ما از طریقی میدانید لاسپیکر می شنویم و بلندگویک می شنویم و در آخر مجلس بعد به ما یک اجازتی نوشته شده خطی داده می شود. یعنی و ما نام خود را یا می نویسیم یا بعضا نام ها یعنی پرسیده می شود، نام ها رو می دهیم و شیخ نام هر یک نفر رو نوشته اجازت می دهد.
یا بعضا این رو گفته می شود اجازت خاص دادن، خاص به هر یک نفر نامش رو گرفته اجازت دادن. بعضا شیوخ اجازتی عامه می دهند، یعنی که میگویند که کسی که پورا همین کتاب رو از من شنید من برایش اجازتی روایت کردن می دهم. بعضا ما یک بخش یک قسمت کتاب رو میخونیم و باز هم میگوید که گرچه پورا کتاب رو نخوندید من برای شما اجازتی روایت کردن همین کتاب رو میدهم. و بعضا حتی کتاب رو هم نمیخونیم، شاید مقدمه کتاب رو تنها گذاریم و باز هم اجازت بدهند. این اونقدر در این اونقدر سختگیری کرده دیگر نمیشود، چطوری که گفتم برای اون که دیگر در این زمانه کسی از حافظش و با سند خودش شخصا روایت نمیکنه، بلکه از کتاب ها روایت میکند. به هر حال و این زیادتر مهم هست در عصرهای اول که شما باید این رو برای همین بفهمید که عصرهای اول رو بشناسید و عصرهای اول رو بفهمید. مناوله چیست؟ مناوله میتواند با اجازه باشد یا اینکه بدون اجازت. این بلندترین نوع اجازت می باشد. مثلا شیخ کتابش رو، یعنی که خود مناوله معنایش این است که شیخ کتابش رو به طالب علم میدهد. اگر کتابش رو به طالب علم بدهد، خب با طرزی تملیک باشد یا تنها با طرزی امانت باشد، یعنی که موقتی باشد یا برای همیشه باشد، اگر با اجازت باشد، این از همه درجه بالاترین اجازت هست که هم شیخ کتابش رو به شاگرد داد و هم اجازت داد و گفت که این روایتی من از فلانی هست، پس آن رو از من روایت کن یا من به تو اجازت میدهم که از من روایت کنی. سپس آن کتاب رو به طالب علم تملیک میکند یا به او به طوری امانت میدهد تا آن رو نسخه بردارد. اما اگر مناوله بدون اجازت باشد، شیخ کتابش رو به طالب علم میدهد و تنها میگوید که شنیدنی من هست به اجازت. این رو مناوله گفته می شود، وقتی که شیخ کتابش رو یا نسخهش رو به طالب علم می دهد. این میتواند یا با اجازت باشد یا به اجازت باشد. طریقه پنجم این است الکتابه. خب الکتابه وقتی که شیخ، یعنی که محدث شیخ، حدیث های خود رو برای شخصی حاضر، یعنی برای طالب علم حاضر یا اینکه برای طالب علم غایب که شاید برای او یک خط نوشته باشد، با خط خود می نویسد، حدیث ها رو با خط خود می نویسد، کتابت می کند یا کسی را امر می کند که آن را نویسد و بعد از دیدن همان را می دهد. این می تواند که با اجازت باشد یا اینکه بدون اجازت. مثلا شیخ می گوید به تو اجازت دادم که آن چیزی که برای تو نوشتم روایت کنی. بدون اجازت مثلا شیخ بعضی احادیث رو برای شخصی می نویسد و به او می فرستد، ولی اجازه روایت کردن یعنی مستقیما از او نمی دهد. باز هم این را گفته می شود الکتابه، وقتی که شیخ برای شاگردش حدیث ها رو می نویسد. الاعلام، شیخ طالب علم را خبر می دهد که این حدیث یا این کتاب شنیدنی اوست، تنها او را خبر می دهد. خب او را آگاه می سازد. این چیزی معنا ندارد، تنها وقتی که یعنی او را خبردار می کند یا آگاهی می دهد، این اونقدر معنای ندارد، این معنای آن را ندارد که به او اجازت داده است. اما چون که شاگرد آگاه می شود که این کتاب اوست یا این کتاب شیخ هست، این شنیدنی شیخ هست، اگر از آن روایت کند حکمش دیگر می شود. حکمش یعنی که در اینجا کمی گفتگو هست که باز هم این از شیخ چیزی رو که گرفته، چیزی رو که روایت می کند، این از یک منبع با اعتماد گرفته است. الوصیه، وقتی که شیخ هنگام وفات یا هنگام سفر کتابی از کتاب‌های روایت خود رو به کسی وصیت می کند. حکم روایتی با وصیت این است که به نظر بعضی از سلف این جایز است، ولی این نظری غلط است، زیرا شیخ تنها کتاب رو به کسی وصیت کرده است، نه اجازتی روایت دادن آن را. تنها وقتی که وصیت میکند این چیزی معنای ندارد. باز هم باید یعنی جستجو شود که آیا اجازت داده است یا اینکه نه. وجاد این است که طالب علم حدیث ها را با خط شیخی میابد، میتواند با خط شیخی، یعنی که یک شیخ همین خیلی یک استادش باشد یا اینکه یک کسی باشد که استادش نبود اما شیخی حدیث بود. خب اما او را میشناسد ولی از وی شنیده یا اینکه اجازت نگرفته است. خب وجاد البته از وجده کلمه هست که از وجده هست، پیدا کردن. طالب علم تنها یک کتابی رو پیدا میکند یا یک بعضی کاغذهای رو، دفتری رو پیدا میکند که با خطی، با حسن خطی استادش یا یکی از شیخ‌ها در آنجا حدیث ها نوشته شده است و این از نوعی روایت منقطع هست، یعنی نمیتواند که پیدا کند و از همونجا روایت کند، چون که در اینجا یعنی احتمال هست که میتواند که این رو یک کسی دیگر نوشته باشد یا اینکه در این بعضی غلطی ها باشد. اما گپی مهم همین است که شما تمام این 8 نوع را از خود کنید.
البته احکام آنها چیست من کمی اشاره کردم، اما در اینجا خیلی زیاد تفصیلات هست و به چی لفظ ها به این طریقه ها اشاره می شود. سمعت، اخبرنا، حدثنا، ناولنی، مثلا اجازنی، کتب الی، مثلا وجدت بخط فلان. این گونه یعنی کلمه هایی هست که راویان استفاده میکنن برای اینکه اشاره کنن به این طرزهای به این طرزهای تحمل حدیث. برای حال شما تنها همین 8 طریقه رو از خود کنید انشاءالله. خب در همین جا انشاءالله درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.